سلام آقای بوتیپک. فرمانده سوربرت، باز چی شده؟ اینجا سیاره شماره 448 قربان و شورش محلی ها داره بیشتر میشه، دیگه نمیتونیم کنترلشون کنیم. باشه، خب سربازای بیشتری بفرست. مشکل همینجاست قربان، اینقدر با سیاره های دیگه جنگیدیم که نیروی اضافی برامون نمونده. چی گفتی؟ لعنتیا، عقب نشینی کنید، عقب نشینی کنید. سوربت صحبت میکنه. ببینم تونستید افراد باقی مونده ی نامیکیان رو ردیابی کنید؟ متاسفم فرمانده، ما چند تا از پهپادهای جاسوسمون رو فرستادیم دنبالشون، اما هیچ فایده‌ای نداشت. هنوز نتونستیم چیزی پیدا کنیم. خیلی خوب، ولش کنید، میریم کره زمین. کره زمین؟ به نظرتون اونجا خطرناک نیست؟ من میدونم که اونا توپ اژدها دارن و اون زنه هم میدونه چه جوری باید اونا رو پیدا کنه. خب وقتی نامیکیان ها نیستن چه کاری از دستمون برمیاد؟ زمین اون خطریه که ما باید قبولش کنیم. تازه من اصلا دلم نمیخواد اون انسان زن رو قاطی این کارو کنم. درسته پهپاد هامون توی بعضی از ماموریت‌ها شکست خوردن، ولی طبق داده هاشون اون زن تنها کسی نیست که میتونه توپای اژدها رو پیدا کنه. تاگوما، ما دوتا میریم کره زمین. بله قربان، اما بهتر نیست با نیروهای بیشتری بریم؟ به نظر میاد اون سایان زمینی میتونه بدون استفاده از چیزی میزان قدرت‌های غیر زمینی رو پیدا کنه. پس هر چقدر با افراد بیشتری بریم خطر اینکه شناسایی بشیم بالاتر میره. متوجه شدم قربان، خودمون این کارو حل میکنیم. اما فرمانده مطمئنید میخوای تنهایی برید اون پایین؟ معلومه که مطمئنم. ارباب فریزا قراره به زندگی برگرده. فرمانده سوربت، اینجا رو ببینید، پیداشون کردم. ببینم. اونا 6 تا از توپا رو پیدا کردن. پس منتظر چی هستی؟ را بیفت بریم. ما باید قبل از اینکه بقیه توپا رو هم پیدا کنن بگیریمشون. بله قربان. بهتره ناامیدم نکنی، چون بهم گفتید آخریش همینجا. درسته قربان، آخریش باید همین پایین باشه، ولی به دست آوردنش کمی سخت میشه چون این قسمت اقیانوس خیلی عمیقه و ما هم به یه زیر دریایی نیاز داریم که بریم پایین. تاگوما، برو پایین رو پیداش کن. اطاعت. دیگه کارمون تمومه. همش تقصیر توی، ما هی گفتم با سرعت برو تو از رادار اجدا جانمونیم. حالا این موجود فضایی عوضی توپا رو برمیداره واسه خودش و همه اون آرزوامون به باد میره. خودت گفتی ما باهاشون همکاری میکنیم، از اول بهشون میگفتی نه. خب حالا هم میخوایم همین کارو بکنیم. تو همون شمشیر تو بکش بیرون و اینجوری کش جفتشون رو تیکه تیکه کن. خیلی خوب باشه، اما تو این وسط چی کار میکنی؟ خب من قرار مغز متفکر این عملیات باشم. خیلی خوب، شروع میکنیم. چون قدم کوتاه معنیش این نیست که شما ها میتونید منو شکست بدید. لطفاً ما رو ببخشید. ما منظور بدی نداشتیم. سلام، ببخشید میدونم خیلی دیر شد. که مامان دیر کرد. ببینم از پیکولو یک کله سبز که خیلی نترسیدی مگه نه مامان؟ انگار خیلی عصبانی هستی، چیزی شده؟ حس میکنم از اون طرف انرژی منفی داره میاد. ها؟ منم دارم حسش میکنم، اما چی میتونه باشه؟ نمیدونم. تو حالت خوبه مامانی؟ گریه نکن، مامان پیشته. خیلی خوب، حالا شروع میکنیم. ببینم شما از اونایی هستی که وقتی کارش با ما تموم میشه میکشتمون؟ نمیخواد بترسی زمینی. شاید بعدن بازم بهتون نیاز داشته باشیم. حالا یکیشو بردار. نکنه بهم اعتماد نداری ها؟
آره خب یه جورایی. ببین من یه دوستی دارم که اگه چیزیمون بشه کاری میکنه که از زنده بودنت پشیمون بشی. حرفمو دوباره تکرار نمی‌کنم. هی اژدهای ابدی شنرون، من با گفتن اسمت تو رو احضار میکنم. آره مطمئنم شنرونه. من شنرون هستم و هر آرزویی که داشته باشی رو همین الان برآورده میکنم. خب من از اینجا شد دیگه میسپارم به شما. بفرمایید فرمانده، این بهترین شانس شماست. خیلی خوب، امیدوارم جواب بده. من آرزو میکنم فریزا دوباره به زندگی برگرده. فیلیمو تقدیم می کند گوی اژدها رستاخیز. مدیر دوبلاژ علی اعتمادی. مترجم سارا مظاهری. ویراستار میلاد طاهرخانی. مگه کری نشنیدی چی گفتم؟ خودت گفتی میتونم هر آرزویی بکنم. درسته، همینو گفتم. اما سالها پیش بدن اون تیکه تیکه شده و از بین رفته و من نمیتونم بدن اونو دوباره مثل اول بسازم. پس اگه بدنی نباشه روحش نمیتونه دوباره برگرده. فریزا! اما تیکه هاش هنوز باقی مونده. واقعا ناراحت کننده است. اما قربان، ما دستگاه احیا کردن داریم. تازه برای ارتش خودمونم استفاده کردیم و مشکلی پیش نیومد. شاید بشه برای اربابم از همین دستگاه استفاده کرد. آره درسته، باید بشه کاریش کرد. خودشه. اصلا مهم نیست فیزیکش چجوری باشه، همین جوری که خواستم باید اونو به زندگی برگردونی. بهتره با یه اژدها درست صحبت کنی. واقعا معذرت میخوام، میشه لطفا فریزا رو دوباره به زندگی برگردونی؟ آرزوی احمقانه ای اما باشه. انجام شد. حالا دومین آرزو چیه؟ چی؟ دومین آرزو؟ یه آرزوی دیگه هم دارم. درسته داری. وقتی که محافظ زمین عوض شد قدرت‌های منم دگرگون شد. خب پس بذار ببینم چی میخوام. کاش که میشد آرزو کنم شاه سرما هم به زندگی برگرده. من 1,000,000 زنی آرزو میکنم. ها؟ دیگه آرزوهاتون تموم. چی؟ دیگه وقتشه که من برم. تاوان این کارتون رو پس میدید. صبر کن فرمانده، ما برای این کارا وقت نداریم. سایان ممکنه بفهمه ما اینجاییم، برای همین باید زودتر بریم. خیلی خوب بابا ولم کن. ما یه مخزن خنک نگهدارنده توی سفینه داریم، درسته؟ پس چرا هنوز وایسادی؟ اطاعت. بجنب. حتی تیکه های ارباب فریزا هم قدرت خودشونو حفظ کردن. من مطمئنم میتونیم اونو به حالت اولش برگردونیم. ببخشید قربان، یه چیزی رو یادتون رفته. شاید به اینم نیاز داشته باشید. آره ممنون زمینی ها. قول میدم وقتی بازم اومدم زمین شما رو فراموش نکنم. اما این بار پادشاه سرما و سربازامون رو با خودمون میبریم. خیلی به موقع آرزو کردی شو. کاش که حداقل بیشتر میخواستی، اونجوری اوضاعمون 100 برابر بهتر میشد. خب راستش بکردم همینقدر بسمونه، چون شنیدم اگه زیاد پول دار باشی بچه‌هات از راه به در میشن. یه فکری دارم. کی دوست داره بریم یه غذای حسابی بخوریم؟ من کلی میزو میخورم.
شاید بتونم از پس آدماش بر بیام، اما این قضیه خیلی جدیه. فکر کنم توی دردسر افتادی. خوش اومدید ارباب فریزا. خوشحالم میبینمتون. تو کی باشی؟ اسم من سوربت ارباب من. توی منطقه ستاره سوم جزو نیروهای پشتیبانیتون بودم. آها، آره دیدم چهرت آشناست. راستش قربان، الان رهبری ارتش شما با منه، البته چون شما خودتون نبودید. پس تو سرپرستشونی. انگار من با تمام قدرت برگشتم. بله، ما شما رو با کمک توپ اژدها و ماشین احیاگر برگردوندیم. توپ اژدها؟ همون گویایی که مال اون سیاره بدبختن؟ ما نمیتونیم باقی مونده افراد نامیکیان رو پیدا کنیم. برای همین من و تاگوما رفتیم زمین تا بتونیم برای به دست آوردن شما از اون توپا استفاده جناب کنیم. سوربت درست میگن قربان. من تاگوما هستم و خوشحالم که تونستم در برگردوندن شما سهمی داشته باشم. منم سیسامی هستم، مراقب سفینه. قربان، هر دوی اینا جنگجوی بی‌نظیری هستن. کسایی مثل زاربان و دوداریا رو از اوج به پایین کشیدن. خب به نظر میاد کارتون خوبه. خیلی سخته حساب کنی ببینی چند روز مردی. راستی خیلی طول کشید که منو برگردونین؟ نه قربان، در حدی که بتونیم توپای اژدها رو پیدا کنیم و بعد دوباره با این دستگاه شما رو برگردونیم. قربان خیلی سخته. میخوای بدونی از اونم سخت‌تر چیه؟ این که سال‌ها توی اون جهنم زمین بمونی. پس امیدوارم از برگشتنتون راضی باشید. مطمئنم در نبود من کل امپراتوریم از هم پاشیده، اما تو فقط به خاطر هدفت منو برگردوندی. نه قسم میخورم همچین قصدی نداشتم. درسته که ما توی خیلی از جنگ‌ها شکست خوردیم، اما حداقل تونستیم خیلی از تکنیکامون رو پیشرفت بدیم. مثلا همین که بدون کمک کسی تونستیم شما رو به زندگی برگردونیم. که اینطور؟ ما اولین هدفمون برگردوندن شما بود ارباب. این دفعه حتما پادشاه سرما رو هم برمیگردونیم. فکر نکنم نیاز باشه اونو برگردونیم، چون پدرم فقط به فکر اهداف خودش بود. بله، هر تصمیمی که شما بگیرید از همه بهتره. همون جوری که فکر میکردم مهارتام بهتر شده، ولی هنوز کار داره. به نظرم بهتر قبل از اینکه برم انتقام بگیرم یکم منتظر بمونم. شما گفتین انتقام؟ چیه تعجب کردی؟ معلومه که من باید انتقاممو بگیرم. تا وقتی هم که نتونم هر دوی اونا بر سیاره رو شکست بدم آروم نمیشم. اونا باید تاوانش با خون پس بدن. ببخشید که بدون اجازه صحبت میکنم، اما به نظرتون بهتر نیست که اونا رو فراموش کنید و روی تسخیر دنیا تمرکز کنید؟ ها؟ 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 فرمانده سوربت کمکم کنید! تاگوما! محافظ! فعال کردن لایه محافظ! یا تو برای مهمونی خوش آمدگویی به من یه سری افراد بزدل رو دعوت کردی، یا اینکه اون ارتش باشکوه فریزا پر شده از یه سری به درد نخور. چجوری انتظار داریم ما پادشاهی کل دنیا رو دستمون بگیریم در حالی که نیروهامون از دوتا احمق میترسن؟ اما قربان، از وقتی که ما رفتیم سایانگوکو جنگ‌های زیادی رو برده. پیروزی اون توی کل دنیا پخش شده. تو چی گفتی ها؟
یعنی میگی نسبت به وقتی که منو شکست داد قوی تر شده؟ بله، میدونم شنیدن این موضوع براتون خیلی سخته. البته کمتر از اینم از اون میمون انتظار نداشتم، اما حالا نوبت منه که ازش قوی تر بشم. اما قربان، اون حتی ماجین بو رو هم شکست ده، شاید بعد از اونم جنگ‌های دیگه رو هم برده باشه. توی این دنیا کسی جرأت نداره به ویروس و ماجین بور نزدیک بشه. بعد حالا تو میگی اون ماجین بو رو شکست داده؟ ها؟ بله قربان. پس حتی از چیزی که فکرشو میکردم هم قوی تر شده. خوبه، اینجوری برای منم بهتره. قربان، من متوجه نشدم شما چی گفتید. یعنی قدرت اون باعث میشه منم روی توانایی هم کار کنم و اونا رو بالا ببرم. اینجوری انگیزم برای قوی تر شدن بیشتر میشه، جوری که انگار هیچ وقت از بین نرفتم. بله، هرچی که شما بگید ارباب. من توی زندگیم هیچ وقت آموزش ندیدم، پس فکرشو بکن اگه استعدادام شکوفا بشه چه کارایی میتونم بکنم. چی؟ یعنی شما میتونید قوی تر از اینم بشید؟ حتی قوی تر از شکل نهاییتون؟ بله، همینطوره کوچولوی من. حالا دیگه دهنتو ببند و گوش کن. اگه من تا 4 ماه دیگه روی خودم کار کنم میتونم به قدرتی برسم که هیچ کس نتونه تصور کنه. ببینید، من بهتون که گفتم من یه مأمور گشت بین کهکشانی فوق هوشمندم. لطفاً حالا بگید بلوما بیاد اینجا. منم چند بار بهتون بگم بلوما بدون وقت قبلی کسی رو قبول نمیکنه. ای انسان نادون، میدونی من چند سال نوری توی راه بودم که بیام به اون زن بگم زمین توی خطره؟ سلام تاکو، خیلی وقت بود ندیده بودمت. سلام، من جاکو هم، نه تاکو. حالا به هر حال خیلی وقت بود ندیده بودمت. خب پاکو، نظرت چیه بریم بهت ماهی طلایی رو نشون بدم؟ ماهی طلایی؟ چه چشمای بزرگی داره، ولی اینکه طلایی نیست. اینا با اینکه قرمزن میگن ماهی طلایی چشمر قلمبیده. اوه، بیا وایسا ببینم، من برای این کارا وقت ندارم. آره. وای، باورم نمیشه اومدی جاکو. خیلی وقت بود نیومده بودی پلیس فضایی. حالا چی شده اومدی سیاره ما؟ اومدم راجع به یه چیز مهمی با خواهرت حرف بزنم. اون به من گفت تو با کسی که فریزا رو شکست داد دوستی، درسته؟ ها؟ خب اگه بخوام درست بگم 2 نفر فریزا رو با هم شکست دادن. یکیشون پسر نوجوان خودمه، اون یکی هم دوست قدیمیم گوکوه. نفهمیدم. آینده یه پسرمو میگم که با ماشین زمان اومده اینجا توی زمان خودمون که اون یه پسر کوچولوی با نمکه. آینده؟ یه جوری حرف میزنی انگار اتفاقی نیفتاده. طبق قانون کهکشانی جنایت بزرگی اتفاق افتاده، بعد میگی چیزی نشده؟ چون اون قانونا خیلی مسخره. ولش کن. اصلا دلیل اصلی که من اومدم اینجا اینه که میخوام اون دوستتو ببینم که تونسته فریزا رو شکست بده. خبر مهمی براش دارم. راستش امروز ممکن نیست. اونا همسرم رفتن یه سیاره دیگه چون با ارباب ویروس کار داشتن. ارباب ویروس؟ یعنی میخوای بگی تو پلیس بین کهکشانی هستی اما ویروس رو نمیشناسی؟ یعنی اونا با ویروس دوستن؟ غیر ممکنه. اونا نمیتونن با کسی دوست باشن که اصلا وجود خارجی نداره. هر جور که دوست داری فکر کن، به من ربطی نداره. ببین، من الان وقت ندارم باهات بحث کنم، میفهمی؟ فریزا دوباره زنده شده و میخواد باز به زمین حمله کنه. یه ارتش چند هزار نفره هم داره. ها؟ اون دوباره برگشته؟ همونی که باعث شد من توی سیاره اینا اون همه درد سر بکشم؟ البته من قیافش رو ندیدم، نمیدونم چه شکلیه. یه چیزی تو این مایه هست. اصلا اینجوری تصورش نکرده بودم. اصلا باورم نمیشه برگشته باشه. برگشته؟ بله. با یه ارتش چند هزار نفره؟ درسته. حالا باید از اینجا برم چون من هم جوونم هم باهوش و اصلا دلم نمیخواد اینجا بمیرم. امیدوارم موفق باشید. نمیشد به جای بازی با ماهی طلایی بیای زودتر این چیزا رو به همون بگی؟ وایسا ببینم جاکو، برگرد اینجا. فریزا برگشته؟ ویس کجایی؟ برات بستنی توت فرنگی آوردم. اگه میخوای بیا پایین همینجا بخور، اگه نیای آب میشه ها، چون امروز خیلی هوا گرمه. این کارا یعنی چی؟ میگم فریزا داره میاد، تو بستنی میاری؟ باور کنیم بهترین راه برای جلب توجهشه. زود باش بگو ببینم فریزا کی میرسه اینجا.
تقریبا تا 1 ساعت دیگه. پسر یه خنگ چرا زودتر نمیگی؟ توی این زمان کم کیو خبر کنم بیاد کمکمون؟ بیادب. هی بیا بریم گنده. دارم میام. بالاخره موفق شدیم. حالا دیگه حسابی پول داریم. خیلی دوست دارم همش زودتر خرج کنم. حسابی مراقب پولموش کردم. لطفا ننویسی. وای پلیس افتاد دنبالمون. محکم بشین گنده. بگازونش. این یارو فکر کرده میتونه منو بگیره. حالا ببین چی کارش میکنم. دارین چی کار میکنین؟ نمیگی اهولت میکنیم؟ شما به این میگین خطر؟ نکنه شوخیتون گرفته. حالا از بانک دزدی میکنین؟ دیگه نبینم دزدی کنین وگرنه میدونم چی کارتون کنم. بمنشین برو بمنشین با من بختی پول نداری خواهش میکنم بابا کاری نداشته باشی. بلوما داره زنگ میزنه؟ سلام من کوریرینم. ببخشید بلوما بد موقعی تماس گرفتی. الان وسط دستگیری 2 تا دزدم. چی؟ فریزا؟ غیر ممکنه. باشه بذارش به عهده من. خودم آقای روشی رو خیلی زود پیدا میکنم و بهش خبر میدم. نگران نباش. میبینمت. فعلا خداحافظ. فریزا؟ یعنی دوباره زنده شده؟ منم دیگه باید برم. اما هنوزم فکر میکنم من از تو خیلی قوی ترم. شاید. اما برای من مهم اینه که تو مراقب مارون کوچولومون باشی. اما شاید یه راهی باشه که بتونی کمک کنی. چطور موهامو بزنی؟ پس گوکو و وجیتا اینجا نیستن. بازم با اون گربه رفتن یه سیاره دیگه. بهتر امیدوار باشیم که زودتر پیاممون به دستشون برسه تا اونا هم خودشونو برای جنگ برسونن. باز خوبه گوهان و بوهو پیشمون هستن. بالاخره اونا میتونن کمک کنن. عزیزم بعداً میبینمت. موفق باشی. کم مونده برسیم زمین عالی جناب. یعنی میگی با گذشت چندین سال این همه تکنولوژی پیشرفته‌ای که دم دستت بوده فقط تونستی یکی از قاتلای منو پیدا کنی؟ عالی جناب باور کنید بعد از درگذشت شما هممون دنبال اون یکی قاتلم گشتیم اما هیچ جا پیداش نکردیم. شاید بعد از شما خودشو بازنشست کرده و رفته یه سیاره ناشناخته. شاید مثلا مرده. قربان بهتون اطمینان میدم فقط 2 تا سایان باقی مونده. اونم گوکو و وجیتانه مگه اینکه اون بچه کوچیک کاملا رشد کرده باشه. باشه پس شروع میکنیم. اما قربان اگه بعد از اینکه شما انتقامتون رو گرفتید و یه نفر از توپای اژدها استفاده کنه و ابرسایان رو دوباره به زندگی برگردونه چی؟ سوال خوبی کردی. برای همین میخوام موقع از بین بردن قاتلام زمین رو هم نابود کنم. اینجوری توپای اژدها هم با خاکستر یکسان میشه. متوجه شدم. ببینم یادته که اگه برنامه طبق میلمون پیش نرفت باید چی کار کنی؟ بده قربانی یادمه. خوبه پس بریم. وای من عاشق بهارم. بهتر از خواب شیرینت بیدار شی. لعنتی همش ما رو گول میزنه. ای سرم. واقعا که حالا کار به جایی رسیده که منو میزنی؟ آروم باش وجیتا از قصد که این کارو نکردم. شماها چه بانمکی. از سر رام برو کنار گوکو. این دفعه خودم میدونم با ویز چی کار کنم.
وجیتا وایسا. بگیر که اومد. ها؟ آروم باش. گردنمو ول کن. حالا کی زورش بیشتره؟ خیلی خوب پسرا، برای امروز بسه. هیچ کدوم از شماها هنوز به سرعت کافی نرسیدین. من حتی تونستم روی لباساتون رو امضا کنم. تو که این کارو کردی؟ شما دوتا هنوز قبل از عمل فکر میکنین، برای همین سرعتتون کم میشه. من نگرانم، مخصوصا برای تو وجیتا، چون زیادی فکر کردن تأثیر بدی رو مبارزت داره. وقتی شما به جای قدرت بدنی به تفکرتون تکیه کنین، باعث میشه زمان با ارزش مبارزه رو از دست بدین. تو واقعا موقع جنگ اینقدر فکر میکنی؟ خب اگه تو کم فکر میکنی دلیلش اینه که خیلی احمقی. هدف نهایی شما باید این باشه که اینقدر تمرین کنین تا هر قسمت از بدنتون خودش مستقل عمل کنه، بدون اینکه منتظر قسمت دیگه ای از بدن باشه. اما صادقانه میگم به این درجه رسیدن کار سختیه. اگه شما خوب تمرین کنین، بهتون قول میدم از هر خطری بتونین خیلی راحت رد بشین. پس به من اجازه بدین تا قدم به قدم هر تمرینی که نیاز هست رو بهتون بگم. البته دستمزدم غذاهای خوشمزه است. یعنی تو میخوای بگی بدن تو بدون فکر کردن عمل میکنه؟ بله دقیقاً همینطوره. اما خانم ویس فکر کنم پاتون رو جای بعدی گذاشتین. وای. خب پاهم برای خودشون فکر میکنن، اما کفشم که عقل ندارن. خیلی خب برگردیم سر تو وجیتا. بگید میشنوم. من شکی ندارم که تو یه مبارز حرفه‌ای هستی، اما نمیدونم چرا همیشه یه قدم از گوکو عقب‌تری. حتما باید همین الان این بحثو پیش میکشیدین؟ خودت دلیل این عقب موندن رو میدونی؟ شما باهوشتر از منین، پس خودتون بگین. چون عصبای بدنت خیلی سفتن و همین باعث میشه که تو سخت حرکت کنی و نتونی با تمام قدرتت مبارزه کنی. پس اولین درست اینه که بدنتو آروم کنی و هر وقت فرصت داشتی استراحت کنی. حق با اونه، من که ترجیح میدم برم یه چرتی بزنم. خودت هم یه ایرادایی داری. من چرا؟ برای چی این کارو کردی؟ مردم از درد. زیادی آروم بودنم یه نقطه ضعف حساب میشه و اعتماد به نفس کاذبت که دیگه نگو. مهم نیست که چقدر قوی باشی، اگه تمرکزت از بین بره همون موقع شکست میخوری. خیلی وقتا توی مبارزه اینقدر از خودت مطمئنی که گاردتو ول میکنی. به نظرم داره درست. هنوزم میگم نباید یهویی حمله میکردی. هیچ معلوم است چه خبره؟ مثلا من خوابم اینقدر سر صدا میکنیدم. این دیگه چه حدسه‌ای بود؟ اگه اشتباهی به ما میخورد از همون خاکسترم باقی نمیموند. اون وقتی خوابالوه اینجوری میشه. تازه بدترم میشه. یه بار با عدسش خورشید و ترکوند و اینجا رو توی تاریکی فرو برد. پس اگه خورشید رو نابود کرد اونا چجوری برگشتن؟ یعنی شماها اینقدر قدرت دارین؟ معلومه که نه. توی همچین شرایط خاصی من فقط زمانو میچرخونم. این دیگه یعنی چی؟ یعنی زمانو برمیگردونم به قبل از اون اتفاقی که افتاده و قبل از اینکه ویروس بفهمه خودم همه چیزو بهش میگم. شماها دیگه چه جور موجوداتی هستین؟ خب چه جوری برات توضیح بدم؟ منم یه موجود زنده ام که بهم میگن ویس. در حال حاضرم کار من مراقبت از ویروسه. همون جوری هم که خودتون میدونین اون رفتارای غیر عادی داره و خیلی زود عصبانی میشه.
آره قبول هیچ دارم. معلوم اون است شما واقعاً اینجا موجود خیلی چیکار جالبیه. میکنین؟ سلام آقای بیروساما، ما از محافظ شما خواستیم ما رو آموزش بده. تا اینجاش خودم فهمیدم خیلی که نیستم. منظورم این بود چه جوری تونستید بیاید اینجا؟ لطفاً عصبانی نشید ارباب، ما از آشناهای خانم ویس هستیم. ازشون خواستیم که ما رو بیارن اینجا وگرنه خودمون راه اومدن بلد نبودیم. پس ویس شما رو آورده اینجا ها؟ بذار حدس بزنم حتما در عوضش ازتون غذاهای خوب خواسته. بله درست حدس زدید. حالا برای چی میخوای قدرتتو بیشتر کنی گوکو؟ نکنه میخوای موقعیت منو به عنوان ارباب نابودیا به خطر بندازی ها؟ من همچین جسارتی نمی کنم. من تنها چیزی که میخوام قوی تر شدنه. البته من که نمیذارم این دلغک ازم جلوتر بزنه. من نمیفهمم شما چرا هنوز در حال دعوا کردن با همین. اگه بتونین توی یه تیم کنار هم باشین میتونین هر کسی رو شکست بدین، حتی اگه اون بیروس باشه. کسی از تو نظر نخواست ویس. ساکت باش. ول کن. یه بار این کارم امتحان کردیم، برای 7 پشتمون بسه. وجیتا به جای اینکه روی مبارزه خودش کار کنه همش به من گیر میده، اما برای من مهم نیست چون میخوام قوی تر بشم. من گفتنیا رو گفتم. حالا چی ازشون خواستی؟ قول چه غذایی بهش دادی که قبول کرد؟ این دفعه یه غذای خیلی خوشمزه که بهش میگن پیتزا. چه اسم مسخره‌ای برای غذا گذاشتن. ببینم چیزی ازش باقی مونده که منم امتحان کنم؟ نگران نباشین سرورم، من یه تیکه براتون نگه داشتم. خوبه، چون دوست دارم حتما امتحانش کنم. اما اگه واقعا خوشمزه نباشه هر دوتای شما رو به خاطر به هم زدن خوابم نابود میکنم. فهمیدین؟ بله خیلی واضح فهمیدن. منم برم اینو گرم کنم. یه لحظه وایسا. وقتی ازشون پرسیدم چی آوردن تو گفتی این دفعه. یعنی هر دفعه که من خوابم این زمینی‌ها میان اینجا؟ اون دیگه چیه؟ اومدنشون. مشکلی نیست، اما بهتره هیچ اشتباهی نکنیم. گامشین کنار، جلوی دیدم و گرفتین. نابود کردن یه شهر راه خوبی برای سلام کردنه. بازم این هیولای خونسرد باید تاوان پس بده. اون دوتا رو با خودم نیاوردم. اینا برای خانوادم زیادی خطرناکن. بلوما از من خواست درباره برگشت فریزا به ترانکس و گوتن چیزی نگم، چون میدونست ممکنه همه رو به خطر بندازن. ببخشید یکم دیر شد. گفتم اول بریم خونه یه کوریرین تا یکم نخود سرزو برداریم. کوریرین خیلی وقت ندیده بودمت، باز کچل کردی که. خواستم شبیه یه جنگجوی واقعی باشم. اما یه سوال، تو چرا لباس ورزشی پوشیدی؟ خب راستش وقت نداشتم برگردم لباسمو پیدا کنم. گوهان تو هنوز ورزشای رزمی تمرین میکنی؟ البته استاد، تازه هر وقتم که بخوام میتونم یه ابرسایان بشم. البته شاید. ببینم گوکو هنوز نیومده؟ نه اما خیلی زود میاد، حالا میبینی. این فسقلیه ببین، قشنگ یادمه تو نامیک با دستای خودم کشتمت. انگاری توپای اژدها هم قدرتمندان زنده میکنه هم آدمای به درد نخورو. توپای اژدها؟ پس اونایی که شنرونه احضار کردن اینا بودن.
به نظرم اون موجود عجیب غریب که توی سفینه نشسته باید فریزا باشه. پس یعنی از اون چیزی که فکر میکردم خیلی باهوشتری. بلوما برای چی اومدی اینجا؟ فریزا با کل نیروش به اینجا حمله کرده. من نتونستم با گوکو و ویجیتا تماس بگیرم، برای همین حس کردم جان پیش شما امتره. جاکو بیا به دوستان کمک کن تا اونم وزیر شکست بدن. نمیام. قرار بود من فقط تو رو تا اینجا برسونم. تو مثلا پلیس بین کهکشانی هستی؟ مگه نمیبینی یه سری موجود فضایی به زمین حمله کردن؟ خیلی خوب، من یکی از سربازای فریزا رو میگیرم. البته هر کدوم ضعیف‌تر باشه برام بهتره. ایشون کی باشن؟ من که هیچ وقت نفهمیدم بلوما چجوری اینقدر دوستای عجیب و غریب داره. فکر میکردم قراره با ابرسایانا روبرو بشم، اما فکر کنم با یه پلیس روبرو شدم. آهای یارو، اون دوبار شکستت بس نبود باز اومدی؟ تو اصلا چجوری دوباره زنده شدی؟ اینجوری باهاش صحبت نکن وگرنه میکشتت. انسانای زیادی نمیدونن من کی هستم، اما فکر کنم موقع جنگ من با اون 50 تا سایان تو هم توی سیاره نامیک بودی. میخوام یه شانس دیگه بهت بدم که الان بگی جای گوکو کجاست. اول تو بگو چرا اینقدر لفتش دادی بیای انتقامتو بگیری. بذار اینجوری بهت بگم، آخه راستش یه جورایی کشته شده بودم. محض اطلاعات گوکو انقدر قوی شده که بدتر از دفعه قبل میکشتت. من اگه جای تو بودم هرچه زودتر از اینجا میرفتم. ساکت باش، تو داری وضعیتو بدتر میکنی. حالا که من این همه راه اومدم و از اون خبری نیست، بهتره دوستاشو با خودم ببرم. اینجوری سفرم هم بیفایده نبوده. گوهان، تو توی این همه سال خیلی قوی ترم شدی، از پسش برمیای. شاید بتونم از پس آدماش بر بیام، اما این قضیه خیلی جدیه. فکر نکنم تو متوجه باشی ما با کی روبروییم. همون موقعش فریزا همه چیز پدرم رو ازم گرفت. الان که قدرتش 100 برابر شده نمیتونیم شکستش بدیم. ها؟ این چه حرفیه؟ ببخشید آقای فریزا، گوکو توی راه برگشت به زمین، اگه بخواین میتونین منتظرش بمونین. اگه میشه بدون عصبانی شدن یه خورده بیشتر صبر کنین. من سالها توی این جهنم موندم تا بتونم انتقاممو بگیرم. حالا یه 10 ثانیه هم به گوکو وقت میدم، چیزی نیست که. چی؟ 10 ثانیه؟ تو موجود خیلی پست و عوضی هستی. نگید که بهتون فرصت ندادم. سربازا بهشون نشون بدید شما کی هستید. دارم میام. خیلی خوب، وقت حمله است. نسبت به چیزی که دارم میبینم باید نفری 170 تاشونو بکشیم. اینقدر به این کار ادامه بدیم تا گوکو و ویجیتا برسد. بگیرید که اومد. ای وای. کیو کیو بانگ بانگ. همه یه جا جمع نشین، موقع جنگیدن پراکنده بشین. نمیدونستم ارتش فریزا اینقدر ضعیف و بیارزن، که البته برای من خوبه. نه کجا رفت؟ دیگه وقت فراره. پرتاب اشعه. بگیرید که اومد.
احترام به بزرگتر بلد نیستی؟ صفحه نابود کننده. یه کادو براتون دارم. اون دیگه چی بود ها؟ شما رو یادم نرفته. چقدر سبک شدم. دیگه وقت مردنت. ها؟ انگار دست بردار نیستن. واقعا ممنون رفیق. کم مونده بود نابود شم. اگه تو هم جای من بودی همین کارو میکردی مگه نه؟ تو اینجا یکم استراحت کن، من الان برمیگردم. با تمام نیرو حمله! میبینمتون. شما هم حرکت‌های مخصوص خودتون رو دارین. متوجه منظورت نشدم. من فقط یه زمینی مبارزم. واقعا؟ برای زمینی بودن هم زیادی قوی هستی هم زیادی بانمک. آره. غیر ممکنه. اونا چجوری دارن پیروز میشن؟ من که اصلا از این شرایط غافلگیر نشدم. گوهان اگه بخواد میتونه ارتش 1000 نفره منو توی چشم به هم زدن از پا در بیاره. اون تازه داره ملاحظه میکنه یه وقت کسی رو نکشه. قلب این پسرم مثل پدرش خیلی مهربونه. با اینکه من ظلم زیادی به اونا توی نامیک کردم، اما گوکو هنوز نتونسته خودشو برای نابود کردن من راضی کنه. اون انقدر جوون مرد و خوبه که کارش باعث میشه حالم ازش به هم بخوره. ارباب فریزا، فرمانده سوربت، اجازه بدین من بجنگم. فکر خوبیه. کار تو من تموم میکنم.
پرتاب اشعه ویژه. خدا بیامرزت. برو بمیر. پشت کنده پشت دست همینه. هی پیکولو! گوهان، مشکلی نیست، اما بهتره هیچ اشتباهی نکنیم. چی شد؟ ها؟ نه غیر ممکنه. سیستمی نباید بمیره. تا فقط وایستادی از دور اونا را نگاه کردی، پس حتی نمیتونی حدس بزنی که ابرساینا چقدر خطرناکن، چه قدرتی دارن. من که فکر نمی کردم اون بتونه عوض بشه. از اونا هیچی بعید نیست. بگیر. نه ممنون. فکر کنم زمان مبارزه فرا رسیده. واقعا غم انگیزه. البته از قدرتتون خبر داشتم، ولی خیلی ناراحت شدم که ارتشم اینجوری از بین رفت. لطفاً ما رو ببخشید. اونا خیلی قوی تر از اون چیزی بودن که فکرشو میکردیم. خب حالا دیگه این حرفا مهم نیست. مهم اینه که الان چشمای من تحمل ندارن ببینن ارتش من با یونیفرم من روی زمین افتادن و دارن جون میدن. زود باشید از اینجا بریم. چه خوبه که من برای این کار نمی کنم. اونا خیلی خطرناکن، اما خطر اصلی هنوز شروع به جنگیدن نکرده. نابود کردن فریزای افسانه است. حتی پلیس کهکشانی هم از اون میترسه. هر لحظه ممکنه تمام دوستای تو کشته بشن. الان با این حرفات مثلا داری روحیه میدی؟ یاد نره تو هم اومدی باهاشون بجنگی، اینطوری شانس بردنمون بیشتره. مزخرف نگو، تازه خیلی زیادم کمکتون کردم. رؤسای من توقع ندارن با یه نیروی شیطانی مثل فریزا مبارزه کنن. ما هم برای مبارزه قانونای خودمونو داریم. حالا باید چی کار کنیم؟ یعنی ما 5 نفر میتونیم از پسش بر بیام؟ ببخشید اینو میگم، اما نه، قدرت اون خیلی از هر 5 تای ما بیشتره. آره خودم هم همین فکر رو میکردم. خواستم مطمئن بشم ببینم خودم تنها نترسیده باشم. فکر کنم اون 2 شجاع زمینی نمیخوان خودشونو نشون بدن. به نظرم بهتره خودم دست به کار بشم و تک تکتونو بکشم. من بچگی پسر گوکو رو خوب یادم میاد. چقدر قشنگه وقتی میبینی بچه‌ها انقدر زود بزرگ میشن. گوهان پاشو. به نظر میاد حتی ابرسایانه جوونم نمیتونن جلوی طبیعتی که من ازش ساخته شدم دووم بیارن. بیدار شو گوهان. بیچاره شدیم. فکر کنم قلبش از کار افتاده. الان حتی نمیتونه نخود سنزور رو قورت بده. برو اونور ببینم. بخور. خوبه. میبینم که توی ساخت دارو خیلی پیشرفت کردین. اما مگه چقدر میتونین جلوی من دووم بیارین؟ نهایتاً تا چند دقیقه دیگه. چند تا دیگه از اون سنزوها داریم کوریرین. یه دونه دیگه بیشتر نمونده. هی ویس، منو صدا کردین سربرم؟ گفتی اسم این چی بود؟ همین ماده‌ای که روشه با کش میاد. یه چیزی که با پی شروع میشد چی بود؟ بهش میگن پنیر. آره پنیر. چقدرم خوشمزه است. یکم زیادی کش میاد ولی خوشم اومد. میشه با این سوالا مزاحم تمرین ما نشید ارباب بیروس؟ من هر وقت بخوام سوال میپرسم. با ارباب نابودی ها اینجوری صحبت نکن.
یادت باشه فقط به خاطر غذاهای خوشمزتون هنوز سیارتون رو نابود نکردم. اگه بخوای میتونم همین الان منفجرش کنم. نه ببخشید. یه نفر هست که اصلا به پیامش اهمیت نمیده. چند ساعته که دارن از زمین باهاتون تماس میگیرن. آره حق با توه، چند تا تماس از دست رفته دارم. امیدوارم بانو بلوما باشه بگه بازم برام غذاهای خوشمزه فرستاده. وای درست گفتم، اسمش چی بود؟ آهان بستنی. امیدوارم مزهشم به اندازه قیافش خوب باشه. دلم میخواد بدونم مزهش چجوریه. زود باش، منم دوست دارم بدونم چیه. سلام خانم بلوما. ببخشید این بستنی شما احتمالاً یه چیز شیرینیه، درسته؟ ببینم شما ویس هستی؟ چرا اینقدر دیر جواب دادی؟ میدونی چند ساعت منتظرتم؟ ببینم ویجیتا و گوکو هم اونجان مگه نه؟ بهشون بگو همین الان پاشن بیاد. اوضاع خیلی وخیمه. یه آشغالی به اسم فریزا دوباره زنده شده اومده زمین رو نابود کنه. من آشغالم؟ فریزا دوباره زنده شده؟ این غیر ممکنه. آخه چجوری بعد از این همه سال؟ همین الان به خانم ویس میگیم ما رو بیاره اونجا. اگه با سرعت بریم 35 دقیقه طول میکشه. مگه دیوونه شدی؟ ما نمیتونیم اینقدر صبر کنیم. گوکو از قدرت انتقال فوری استفاده کن. پسری خیر. آخه برای این کار باید هدفمو حس کنم، اما فاصلمون از زمین خیلی دوره. قدرت فریزا اینقدر زیاد هست که بتونی از اونجا حسش کنی. دوستان میتونن کمکت کنن. بچه‌ها گوکو میخواد از انتقال فوری استفاده کنه، پس تو میتونین قدرتتون رو ببرین بالا. باشه. اونا دارن چی کار میکنن؟ احتمالاً میخوان دوستشونو بیارن اینجا. پیداش کردم. بیا بریم وجیتا. ها؟ چیه؟ نکنه که میخوای دستتو بگیرم. عجله کن، اونو که میشناسی هر لحظه ممکنه عصبانی بشه یه چیزی به فریزا بگه و بدبختمون کنه. ایستگاه بعدی زمین. گوکو سر وقت رسیدیم. آره البته داشت دیر میشد اما اومدی دیگه. خواهش میکنم برای یه بارم که شده قبل از جنگ خودتو برسون. باشه ببخشید. بالاخره مهمون ویژمون رسید. خیلی وقت منتظرتیم قهرمان. انتظار نداشتم وجیتارم اینجا ببینم، اما خب میمونا دست جمعی سفر میکنن دیگه. حالا تنها چیزی که برام مهمه اینه که بالاخره بتونم نابودتون کنم. فکر میکردم برای همیشه کارتو یه سره کردیم فریزا. نوکرش 6 ماه پیش با توپ اژدها اونو نجات داده، درسته؟ جالبه، با اژدهای زمینی من از جهنمی به اسم زمین نجات پیدا کردم. هیچ کدومتون نمیدونین من اینجا چه سجری کشیدم. هر روز مثل یه کرمی که توی پیلش بود به درخت بسته میشدم، اونم توی زمینی که پر از گل و فرشته و پری و موجودات افسانه‌ای بود. تنها کاری که میتونستم انجام بدم نگاه کردن به رقص مزخرف و گوش دادن به آهنگای بی خودشون بود. به جای اینکه به تمام دنیا حکومت کنم خرسا و پریا دارم میگرفتن. سعی نکن چیزی رو تقصیر ما بندازی. اونی که اومد زمین به جنگ تو بودی، برای همینم ترانکستو رو کشت. تو هنوزم نفهمیدی من چرا آمدم اینجا؟ چون تا وقتی که تو توی این دنیا نفس میکشی من نمیتونم راحت بخوابم. مرگ همتون درمان منه. برای همینه از وقتی که دوباره برگشتم دارم هر روز قدرتمو بیشتر میکنم تا مطمئن باشم این دفعه اونی که شکست میخوره من نیستم. من هیچ وقت برای شکست دشمنام اینقدر تلاش نکرده بودم. تو نسبت به دفعه پیش خیلی قوی تر شدی فریزا، اما فکر کنم نمیدونی که منم نسبت به دفعه پیش خیلی قوی تر شدم. دفعه پیش من توی مبارزمون اشتباه کردم، برای همین تو تونستی شکستم بدی. این بار دیگه از این خبره نیست.
این شگفت انگیزه. مگه تو این چند وقت چه تمرینایی انجام داده؟ این خیلی وحشتناکتر از چیزیه که فکرشو میکردم. اگه میخوای فرار کنی این الان بهترین موقعیته. تو فوق‌العاده‌ای. اگه پی نابود کردن دنیا نبودی شاید میتونستیم حریفای خوبی برای تمرینای همدیگه بشیم. حیف از این همه استعداده. بازم داری مثل همیشه یه سری چرت و پرت غیر قابل تحمل تحویلم میدی. زود باش، اون درخشش ابرسایانی رو نشونم بده. هنوز نیازی نمیبینم از تمام قدرتم استفاده کنم. که اینطور میبینم اعتماد به نفست خیلی بالا رفته. همینطوره. میخوام خشکت کنم، بزنمت رو دیوار، تابلوی قشنگی میشی. آخه چجوری ممکنه؟ انگاری از دفعه پیش نیروی اهریمنی فریزا بیشتر شده. حس میکنم توی کابوس عجیب گیر کردم. آخه یه موجود زمینی چجوری میتونه همچین قدرتی داشته باشه؟ درسته اون اینجا بزرگ شده اما اون یه سایانه. سایان؟ شوخیت گرفته؟ چرا یه سایان که دیگه از اجدادش کسی باقی نمونده روی زمینه؟ درسته اما شوهر منم یه سایانه. چی؟ 2 تا سایان مگه میشه؟ ولش کن، ترجیح میدم نشنیده بگیرم. وظیفه من اینه که نذارم هیچ سایانی اینجا باشه. گزارشم بدم کار خودمو چند برابر میکنم. یعنی فقط همینا رو بلد بودی؟ بس دیگه، چقدر لفتش میدی؟ مگه به هم قول ندادی نوبتی بجنگیم؟ آی سرم، من تازه داشتم گرم شدم رفیق. ها؟ هیچ معلوم هست اون بالا دارن چی کار میکنن؟ ها؟ جالب شد. حالا کشتن جفتشون با هم یه لذت دیگه داره. بس کارت بد نیست وژیتا، اما بهتر خودتو بکشی کنار، چون اول میخوام گوکو رو بکشم. خیلی خوب، بذار من یکم باش بجنگم بعد تو بیا بزنش. لعنتی. واقعا شوکه شدم، چون خیلی وقتی از زمان مبارزمون میگذره. میدونستم خیلی پیشرفت کردی، اما انتظار نداشتم انقدر قوی شده باشی. قبلا بهت هشدار داده بودم.
پس چه خوب که روی خودم کار کردم. البته شایدم ازت ترسیدم. میدونستم تو هنوز 100% خودتو نشون ندادی. جوری حرف نزن انگاری تو با تمام قدرتت اومدی جلو. حالا که دستمون برای حمله شده با تمام قدرت میجنگیم. باشه، پس اول تو شروع کن. مطمئنی؟ چون نمیخوام خودتو ببازی. باشه پس شروع میکنیم. اونا برگشتن روی زمین. اصلا معلوم نیست که میخوان چی کار کنن. ها! نظرت چیه؟ خب الان چی شدی؟ یه ابرسایان که موهاشو آبی کرده؟ قضیه پیچیده تر از اون چیزیه که فکرشو میکنی. من صاحب قدرتی شدم که بهش میگن قدرت ماورایی سایان و حالا میدونم چجوری و کجا باید از این قدرت استفاده کنم. خوبه گوکا. پس شانس آوردم که خودمو به چالش کشیدم و قدرتمو افزایش دادم، وگرنه ممکن بود بدتر از دفعه قبل کشته بشم. پس به جای این حرفا قدرت واقعی تو بهم نشون بده فریزا. واقعا عجب قدرتی پیدا کرده. ها؟ فریزا کلا تغییر شکل داد. میدونم رنگ طلایی خیلی بهم میاد، اما با این کار میخواستم فقط یه چشم از قدرتم رو بهت نشون بدم تا بفهمی این دفعه با کی طرفی. از این به بعد باید به من بگی فریزای طلایی. البته میدونم این کار من خیلی بیشتر از یه تغییر رنگ ساده است. آره کاملا متوجه شدم که قدرتت چقدر زیاد شده. صادقانه میگم ضربان قلبم با این کارت یکم بالا رفت. جنگ این دفعمون یه نبرد تاریخی میشه دشمن قدیمی من. آره یه جنگ سخت. هی ببینم وجیتا، میخوای جامونو با هم دیگه عوض کنیم؟ چی؟ حالا که دیدی قوی شده میخوای بندازیش به جون من؟ یادت نره اون گفت میخواد با تو بجنگه. باشه پس زود با شروع کنیم.
عصرتون بخیر. ارباب بیروس، شما برای کمک اومدین؟ راستش ما اومدیم تا اون بستنی توت فرنگی خوشمزه رو بچشیم. امیدوارم با خودتون آورده باشین خانم بولوما. بله آوردمش توی سفینه جاکوه. یعنی به اندازه یه قیافش خوشمزه است؟ اگه مزش معمولی باشه مجبور میشم سیارتون رو نابود کنم. ها؟ بله آوردمش توی سفینه جاکوه. البته فکر نکنم الان وقت خوبی برای دسر خوردن باشه. خیلی خوب بابا الان میارمش. دردت اومد؟ داشتم به این قدرتم عادت میکردم. بفرمایید نوش جان کنین. وای از نزدیک خیلی خوشگل تره. وای خدا. من درباره اینی که بهش میگین بستنی یه جایی خونده بودم. این چیزای قرمزی که روشه شبیه مغز اون قورباغه های سیاره مانوه. وای این یه جور میوه از میوه های ما بهتره. عجب طعم متفاوتی داره. بله میدونم چون دارم میخورم. میشه گفت معرکه تر از این نیست. فریزا رو ببینید، هر لحظه داره قوی تر میشه. آره دردسرای گوکا هر لحظه داره بیشتر میشه. ببخشید بانو بولوما، این ماده سفید چیه؟ اینم یه نوع بستنیه؟ نه به اون میگن خامه زده شده. نگاه کن ویژیتا همونجا وایساده. اگه اون 2 سایان با هم می‌جنگیدن خیلی وقت پیش فریزا رو شکست میدادن. اگه اونا یکی بشن کسی نمیتونه جلوشونو بگیره، ولی اونا مغرورتر از این حرفان. نه چون احمقن. آره فکر کنم حق با شماست. لعنتی، باید بگم یه جورایی به مشکل خوردم. جوری حرف میزنی انگار خودم نفهمیدم. من برای پیشرفتم سالها زحمت کشیدم، اما تو جوری قوی شدی که قدرت من اصلاً به چشم نمیاد. این حرفا رو که نمیزنی دلم برات بسوزه، چون تو هم کارت قطعی نیست. کاملا معلومه چقدر تلاش کردی، اما من انتقاممو میگیرم و تو رو تیکه تیکه میکنم. عجب گیری افتادیم. چی؟ ها؟ بیروس؟ چه بیادبی فریزا، یادت رفت بهم بگی ارباب. ببخشید ارباب بیروس، اما شما اینجا چی کار میکنین؟ فکر میکردم واضحه چی کار میکنم. من اومدم اینجا از این بستنیا بخورم. اما قربان من برای گرفتن انتقامم اومدم اینجا. یعنی شما برای همین اومدین؟ معلومه تو هم هر کاری دلت میخواد بکن، برای من مهم نیست فریزا، ولی به هیچ عنوان سمت بستنی من نیا، چون اصلا دلم نمیخواد با کارای تو بستنی خوشمزم کثیف بشه. یعنی نیومدین که جلوی منو بگیرین؟ گفتم که هر کاری دلت میخواد بکن. من ارباب نابودی هم طرف کسی نمیگیرم. چی؟ یعنی تو اجازه میدی فریزا برنده بشه؟ این موضوع به من ربطی نداره. چی گفتی؟ اگه فریزا برنده بشه همه ای ما رو نابود میکنه. تا وقتی که تو همچین غذاهای خوشمزه‌ای برای من بفرستی کاری میکنم که حداقل تو زنده بمونی. هی بولوما، مطمئن این ارباب نابودی ها واقعیه؟ آره خودشه. میشه از ما یه عکس 2 نفره بگیری؟ اگه خیلی دوست داری باهاش عکس بگیری بهش بگو، اما اگه توی یه لحظه نابودت کرد بعدا نگی نگفتی. ولش کن. خب دوست داری اول کدوم قسمت بدنتو جدا کنم؟ نکنه هنوز میخوای ادامه بدی؟ ببین تو تازه یه زندگی جدید پیدا کردی، منم اصلا دلم نمیخواد دوباره ازت بگیرمش. چرا حالا که انقدر به هدف و پیروزی نزدیکم باید جنگو تموم کنم؟ نکنه فکر کردی احمقم؟ هی رفیق، اگه بخوای میتونیم جاهامونو عوض کنیم. این نامردی پسر، حالا که اون داره ضعیف میشه میخوای جاتو با من عوض کنی؟ من ضعیف میشم؟ شوخی جالبی بود. اونی که داشت الان کتک میزد من بودم. حالا که اینجوری شد قدرت کشندمو بهت نشون میدم. نیروی من کم کم داره روت اثر میکنه فریزا.
خیلی تشنه انتقامی و همین خشم تو رو شکست میده. فکر کردی من نمیدونم تو دقیقا لحظه ای که به این قدرت طلایی رسیدی به سمت زمین حرکت کردی؟ خب حالا که چی؟ منظورت از این حرفا چیه؟ ظاهر جدید تحمل قدرتی که از بدنت تولید میشه رو نداره. تو قبل از اینکه برای نبرد بیای زمین باید یکم صبر میکردی تا بدنت بهش کاملا عادت کنه. شماها نگران از بین رفتن این فیزیک طلایی هستین؟ پس بهتره وقت هارم نکنم و بکشمتون. جالب پیشگویی سایان ها داره به حقیقت میپیونده. فکر کردی من نفهمیدم؟ اونی که یواشکی برداشتین توت فرنگی من بود. اینقدر دروغ نگو، مال خودم بود. تو این همه خوردی. من فقط 3 تا خوردم. منم فقط 2 تا خوردم. دروغ نگین سرورم، من دیدم شما 4 تا خوردین. وقتی شروع کردیم توت فرنگی ها 8 تا بود. فراموش نکن ویس، من ارباب تو هم. حالا بگیر که اومد. الان میفرستمش برای خودت. آفرین پسر. دیدی؟ گفتم داری انرژی تو از دست میدی. به نفعت به حرفم گوش بدی و از اینجا بری. قول میدم هر وقت آماده بودی همینجا برای مبارزه ببینمت. برو به درک. چرا نباید این اتفاق بیفتاد؟ من ارباب فریزام.
وای به موقع وارد عمل شدی سوربت. من برای خدمتگزاری آماده ارباب. این دفعه باید با نقشه دوم وارد مبارزه می شدم گوکو، چون نمیتونستم دوباره ازت شکست بخورم. گوکو بیدار شو، بدون صدای جیغت که مزه نمیده. سعی کردم به گوکو هشدار این اتفاقو بدم. اون باید میدونست فریزا هیچ وقت عادلانه نمی جنگه. میبینی حس جوان مردید که میخواستی در حالت مساوی با من به جنگی بدبختت کرد. بعد یه تو اینه که زیادی از خودت مطمئنی و البته انقدر ابلهی که میخوای به دشمنت یه شانس دیگه بدی. تو بدن قوی داری اما دیدی که با شلیک یه اشعه کیهانی از پا در اومدی. الان حس میکنی خیلی خوش شدی مگه نه؟ تو که رسما برده بودی یه هوی باختی، حالا این بار بازنده تویی. رویای انتقام منم بعد از سالها برآورده شد. حالا دیگه وقتش انتقاممو کامل کنم و آروم بگیرم. همیشه برای همچین موقعیتی لحظه شماری میکردم. حالا نظرت چیه این قسمتشو یکم هیجانی کنیم؟ وجیتا میشه یه چند لحظه بیای پایین؟ میخوام تو به جای من کارشو تموم کنی. میدونم که تو دل خوشی از این سایان نداری، برای همین من اجازه میدم تو بکشیش تا وفاداری تو مثل قدیما به من ثابت کنی. اگه این کارو برام بکنی منم از جونت میگذرم. ویجیتا نه! دهنتو ببند دختر! این دفعه واقعا خراب کردم. ویس خیلی بهت هشدار دادم و تو گوش نکردی. من از اولشم میدونستم تو احمقی. ممنون از پیشنهادتون اما نمیتونم قبول کنم، چون رقابت من با اون همیشه هولم میداد تا قوی تر بشم. برای همین نمیتونم بکشمش. خب این پیشنهاد چطوره؟ تو اونو بکش و من تو رو فرمانده ارشد کل ارتش فریزا میکنم. البته میدونم فعلا تنها عضو ارتش سوربته، اما ما قراره این ارتش رو گسترش بدیم. جدی؟ شما از من میخواید که فرمانده ارشد ارتشتون باشم؟ یعنی قبول میکنی؟ متأثر شدم، واقعا حیف شد. ها؟ چون من تصمیممو گرفتم، اونم اینه که تو رو کاملا از بین ببرم. تو چی گفتی؟ چجوری انتظار داری من بهت وفادار باشم در حالی که تو سیاره ای رو از بین بردی که من بهش حکومت میکردم؟ قربان، اگه شاهزاده وجیتا بفهمه شما از اولم بیخواستین سیارش نابود بشه چی کار میکنه؟ ساکت باش. کوریرین بیا اینجا، گوکو به نخود سنزو نیاز داره، عجله کن وگرنه میمیره. باشه الان میام. نکنه فکر کردی من میذارم. ها؟ یعنی چی؟ ها؟ گوکو زود باش اینو بخور وگرنه از دست میری. خوب شد اون پلیس کهکشانی اینو نخورد. ها؟ ممنونم وجیتا، تو زندگی منو نجات دادی. اگر میخوای از من تشکر کنی خودتو قاطی این مبارزه نکن. خب معلومه، تازه اصلا نوبت توه، بهت خوش بگذره. اگه فکر کردی میتونی منو شکست بدی پس باید بگم دچار توهم شدی.
چیه؟ میبینم خیلی تعجب کردی. من الان سال هاست که یه ابرسایانم و الان دیگه قدرت ماورایی یه سایانو دارم. یه چیزی هست که میخوام همتون بدونید. من مثل گوکو قدرت بخشیدن ندارم. دوباره میخوام بفرستمت جهنم. تهدیداتم مثل خودت پوچ تو خالیه شاهزاده وجیتای بدبخت. نه این غیر ممکنه. این دفعه نباید اینجوری تموم بشه. عوضی سعی کن این دفعه با احترام و آبرو به استقبال مرگت بری. مگه تو خواب ببینی که دوباره زنده بشی؟ حالا همتونم میفرستم به جهنم. عجله کن ویس. بله قربان. اون چطوری میتونه همچین شیطانی باشه؟ دیگه هیچی نموند. اون زمین رو نابود کرد. ویجیتا، ترانکس، مامان، بابا همشون رفتن. نه، اون آشغال لعنتی کل زمین رو نابود کرد و مرد. اشتباه نکن. من مطمئنم که اون هنوز زنده است. نژاد اون این توانایی داره که توی خلأ زندگی کنه. به نظر من حرکت هوشمندانه انجام داد. عادلانه نیست. اون همه چی رو نابود کرد. تو پای اژدها هم از بین رفتن. حالا دیگه نمیتونیم سندرون رو احضار کنیم و چیزی رو به حالت اول برگردونیم. همش تقصیر منه. فریزا راست میگفت. من وقتی فرصت داشتم باید کار اونو تموم میکردم. همینطوره. پس حالا حاضری همه چی رو درست کنی. تو به خاطر دلرحمیت نتونستی از سیارات مراقبت کنی و الان تنها راه اینه که فریزا رو دوباره بفرستیم به همون باغ گل. چی؟ به نظرتون دیر نشده؟ نه هنوز. یادت نره من میتونم زمانو بچرخونم. چند دقیقه پیش اینقدر دور نیست که من نتونم برش گردونم. یعنی ممکنه؟ معلومه. حالا خوب نگاه کنی. نه این غیر ممکنه. این دفعه نباید اینجوری تموم بشه. عوضی سعی کن این دفعه با احترام و آبرو به استقبال مرگت بری. مگه تو خواب ببینی که دوباره زنده بشی؟
حالا همتونم میفرستم به جهنم. فریزا! نه لعنت به تو گوکو. خب فکر کنم دیگه خلاص شدیم. ای آدم موقعیت دزد، از خودت خجالت نمیکشی؟ یکم آروم باش وجیتا، اونجوری که فکر میکنی نیست. من میتونم برات توضیح بدم. بهت گفتم دخالت نکن، خودم میخوام کارشو تموم کنم. خودت هم گفتی نوبت منه. عصبانی نشو ویجیتا. گوکو کل سیاره رو نجات داد. ما همه باید ازش تشکر کنیم. اون چی داره میگه؟ تو دنیا رو از چی نجات دادی؟ زود باش جواب بده. آره ما توی زمان سفر کردیم. وای چقدر نگرانت شدیم. دیگه بهم نگو با نمک باشه. راستش من هنوز توی شوکم. آخه کدوم ارباب نابودی دیدین که یه سیاره رو دوباره از اول بسازه؟ ما هر چقدر از شما تشکر کنیم کافی نیست، ولی براتون یه عالمه غذای خوشمزه میفرستیم. البته بعد از اینکه توپای اژدها رو پیدا کردیم و باهاش شهر شمالی رو دوباره ساختیم. من منتظر غذاهاتون هستم. اصلا دلیل اینکه زمانو برگردوندم غذاهای شما بود. مطمئنی که نمیخوای اونو دستگیر کنی؟ چون جابجایی زمان یه جرم بزرگ کهکشانی حساب میشه. جواب قانونی من اینه که من هیچی ندیدم. هر کاری دلت میخواد بکن، من ازت تشکر نمی کنم. حالا دیگه با هم برابریم. آروم باش، من نیومدم درباره این چیزا باهات صحبت کنم. میخواستم بدونم نظرت درباره حرف ویز چیه. به نظرم راست میگه. اگه منو تو یه تیم بشین دیگه کسایی مثل فریزا هیچ وقت نمیتونن ما رو شکست بدن. ترجیح میدم بمیرم تا اینکه با تو تمرین کنم. خوشحالم که این حرفو میشنوم وجیتا. رفیق خودمی. از توافقمون خوشحالم. گوی اژدها رستاخیز، دوبله اختصاصی فیلیمو، دوبله شده در گروه دوبلاژ باریتون. مدیر دوبلاژ علی اعتمادی. صدا برداران آرمین افاضل، حسین رضایی. مترجم سارا مظاهری. ویراستار میلاد طاهرخانی. صدا پرداز حسین شاهرخفر. گویندگان محمد مهدی حجازی، بهزاد زرگر، سهیلا صفایی انارکی، آرمین افاضل، علی کاظمی، علیرضا توکلی، حسین رضایی، محمد جواد نجاتی بوربور، سوسن طاهرزاده، مهران آروی، الهه نجفی، سید میثاق ابطحی، افشین مرادی، منیره یادگار صالحی، امید طالبی، مریم روستایی، شادی زراعتی، بهداد مالکی، محمد حسین داودی و علی اعتمادی. پخش از فیلیمو.
هی! خوش اومدین.